اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو دیشب به ذهنم رسید برای امروز تقدیم شما دوستان کنم تحت عنوان رابطه بین معرفت و ظرفیت. معرفت و ظرفیت بر اساس آیات نورانی قرآن و روایات اهل البیت علیهم السلام. هرچه معرفت عمیق‌تر وسیع‌تر باشه ظرفیت انسان هم عمیق‌تر و وسیع‌تر میشه. بر اساس آیات نورانی قرآن و روایات ما 3 مدل انسان داریم. 1 کسی که فاقد معرفته، فاقد ظرفیت هم هست. 2 کسی که معرفتش متوسطه، ظرفیتش هم متوسطه. هر کی که معرفتش بالا و قوی باشه ظرفیتش هم بالا می باشد. منظور ما از معرفت همون ایمانه. بله؟ منظور ما هم از معرفت ایمان به خدای تبارک و تعالی می باشد. ببینید این که در روایت داریم پشت سر هر نماز از خدا طلب معرفت کنید. اللهم عرفنی نفسک. خدایا اولین پله معرفت اینی که معرفت به تو پیدا بکنم، خودت را به من بشناسان. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. مرتبه بعدی معرفت به واسطه بین فیض الهی با مردم است، یعنی معرفت به رسول. چون اگر انسان معرفت به رسول پیدا نکند معرفت به وسیع رسول هم پیدا نمی کند. فانک ان لم تعرفنی نبیک یا رسولک لم اعرف ولیک حجتک. درست شد؟ خب حالا اگر معرفت نباشد ظرفیتم نیست. وقتی ما میگیم ظرفیت یعنی انسان ظرفیت پیدا بکند هم در اقبال دنیا و هم در ادبار دنیا. اینا میفهم چه عرض میکنم؟ آخه یه عده افراد دینشون فصلیه. دینشون فصلیه، یعنی اقبال دنیا باشد خدا خدا میکنن، بله خدا رو دوست دارن، اما خدا نکنه دنیا پشت بکنه جزا و فضا میکنن، داد و فریاد فحش به همه چی میدن. چرا؟ چون اون معرفت عمیق نبود. اما وقتی معرفت عمیق باشه ظرفیتم عمیق میشه، ظرفیتم زیاد میشه. ببین کفار معرفت ندارن،
ازا ظرفیت هم نداره. ظرفیت به معنای واقعی کلمه. دقت کردید؟ خب این آیاتی که الان برای شما میخونم تفاوت این دوتا نگاست. یعنی وقتی معرفت باشد ظرفیت انسانی چیه؟ اما اگه معرفت بیاد ظرفیت چه میشه؟ وقتی جناب موسی در مقام تقابل با فرعون برآمد و فرعون و فرعونیان در برابر منطق قوی موسی خلع اصلاح شده بودن و حرفی برای گفتن نداشتن، سرآخر اومدن به فرعون گفتن که یک چاره بیندیش که ما بر موسی غلبه کنیم. چاره رو بر این دیدن که سحره رو، جادوگرها رو به جان موسی بندازن. آیه رها کنید لعلنا نتبع السحره ان کانوا هم الغالبین. ما گوش به حرف سحره میدیم، بله، پیروی از اینها میکنیم به امیدیم که اینها غلبه بر موسی پیدا بکنن. حالا به این سحره‌ای که معرفت ندارن، تو وادی جادوگری هستن، ظرفیت انسانیشون رو به چیه؟ خواسته هاشون به چیه؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبون. سحره به موسی گفتن که آیا اجر و پاداشی برای ما هست اگر بر موسی غلبه بکنیم؟ ببین سحره چون معرفت ندارن، معرفت به معنای ایمان به خدا، ظرفیت انسانیشون چیه؟ پناه به خلق خدا میبرن. میگه اگر ما به کسی که ادعا میکند رسول خداست بر او غلبه پیدا بکنیم، چیزی از ناحیه توی فرعون به ما میرسد یا خیر؟ ببین دنبال چی هستن؟ در افتادن با پیغمبر خدا در مقابل چی؟ گرفتن پاداش از فرعون. شما اگه امروزی میبینید میان طرف بم میندازه چند صد نفر رو میکشه، هدفش اینه که به چیزی برسه، این دستایی همون فقدان معرفت میباشه. قال لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا بله نحن الغالبون. خب معمولا هم شیاطین خاطر اینکه پیروان خود را خوب جذب کنن وعده سر خرمن هم میدن. قال نعم، قال فرعون، قال فاعلش فرعونه، قال نعم و انکم اذن لمن المقربین. اجر و پاداش به شما میدیم هیچ، شما جزء نزدیکان من فرعون میشید. این همش با تاکید انکم اذن لا لام تاکید لمن المقربین. درست شد؟ از این آیه شد معرفت وقتی نباشه ظرفیت انسانی هم نیست. معرفت نباشه، فکر نباشه، ایمان نباشه، بابا در افتادن با مظهر حق یعنی موساست دیگه، ما در میافتیم. خود در مقابل در افتادن با رسول خدا چی میخواد گیرتون بیاد؟ پول و تقرب به فرعون. این سطح چیه؟ ظرفیت. قال له موسی القوا ما انتم ملقون.
اما از اون طرف شخصی که وصل به خداست، معرفت داره، از دیدن این سحره جا نمیزنه. قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، به کار ببندین هر آنچه که در بساط دارید. بله، کسی که معرفت بالایی داره ظرفیت هم بالا داره، از دیدن این ظواهر ترس به دل را نمیده، مقاوم، قوی و شجاع میسته. ببین قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. درست شد؟ ببین الان جنگ بین صاحبان ایمان موسی به کسانی که دارای معرفت و ایمان نیستن. تقابل رو ببینید. فالقوا حبالهم و عصیهم، تمام اون دم و دستگاه سحری خودشون رو به کار انداختن. درست شد؟ حالا ببین تمام عظمت خودشون رو در چی میبینن؟ و قالوا بعزت فرعون انا لنحن، قسم به عزت شوکت فرعون ما بر موسی غلبه میکنیم. واقعا اگر هنرمندان دینی ما بتونن این آیات رو بله به صورت تجسمی در بیارن، یعنی یک صحنه موسی، بله یه صحنه موسی تنها و برادرش، اون طرف فرعون با ملعش، فرعون با همه قدرت‌های ظاهری که دارد چجور عربده میکشن. به عزت فرعون انا لنحن. الان امروز هم شما میبینید یه عده از، نمیگم غیر مسلمان ها، حتی برخی از سران کشورهای اسلامی چطور دل به بعضی قدرت ها میبندن، خیال میکنن با گرفتن ابزارهای نظامی و امثال اینها میتونن در مقابل حق بایستن. خب اینا تمام دم و دستگاهاش رو انداختن، اما از این طرف به جبهه حق شما چی دارید؟ بله؟ به جبهه حق چی بگید شما؟ جبهه حق میگه ما خدا داریم، ما امام حسین داریم، ما زهرا داریم، ما توسل داریم، ما توکل داریم. نمیخندم به آدمایی که معرفت ندارن؟ میگه اینا رو بکن. بله؟ یک طرف فرعون و سحره، این حرف شعارش چیه؟ ان معی ربی. آی موسی تو چی داری؟ کی با توه؟ کی با منه؟ ان معی ربی، با من خدای منه. درست شد؟ خب آقای موسی تو در برابر این همه تشکیلات چی داری؟ من یه عصا دارم. بله؟ خدا هم بهش گفت موسی این چی دستته؟ قال هیه عصای، این عصای من دارم. موسی توپ و تانک نداشت، نیرو و لشکر نداشت، سحره نداشت، پول نداشت، زر نداشت، زور نداشت، اما یه عصایی داشت و یک قلبی داشت که او رو سپرد به خدا. تو شد فالقا موسی عصاه، در برابر اون تشکیلات سحره موسی عصاشو انداخت. فاذا هی تلقف ما یأفکون، این عصای موسی به صورت یک افعی در آمد، همه بساط سحره رو جمع کرد. درست شد؟ پس این یک طرف صحنه است که سحره بدون معرفت ظرفیتشون چی بود؟
به فرعون گفتن که ائن لنا لاجرا، آیا پولی چیزی به ما میدی یا خیر؟ درست شد؟ پس کسی که معرفت ندارد ظرفیتش و ارزشش و شخصیتش به اندازه همین دنیا و متاع دنیاست و برای رسیدن به متاع دنیا حاضرن در برابر رسول خدا نیستن. این آدمای بدون معرفت. وقتی سحره این لحظه را دیدن، فالقی السحرة ساجدین، اینجا معرفت سحره است. وقتی عظمت خدای موسی را دیدن، عظمت حق را دیدن، بله، معرفت پیدا کرد. تا معرفت حاصل شد ظرفیت هم بالا رفت، سجده کردن در برابر خدای موسی. همون سحر هستن. صحنه قبل سحره بی معرفت، شعارشون چی بود؟ به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. درود بر فرعون میگفتن، به عزت فرعون قسم میخوردن. سحره بدون معرفت. اما حالا معرفتی که حاصل شد، سجده کردن در برابر خدای موسی. قالوا آمنا برب العالمین، ما ایمان آوردیم به خدایی که نه توی فرعون که حوزه خدایی برای کشور مصر است، نه، ما ایمان آوردیم به ربی که حوزه تربیتش چیه؟ همه جهان هستی است. به به، این آیه میشه آیه معرفت. قالوا آمنا برب آمنا هم معرفته. ما ایمان آوردیم رب موسی و هارون. حالا به خاطر اینکه خیال نکنن اون رب العالمین فرعونه، بله، ذکر خاص بعد از آن میکنن. اون رب العالمینی که ما میگیم همون خدای موسی و هارونه، نه توی فرعون. ما دیگه ایمان به خدای موسی آوردیم. درست شد؟ این معرفت حاصل شد. حالا ببین همونایی که چند دقیقه قبل میگفتن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون که ظرفیتشون این بود، بله، قال آمنتم له قبل ان آذن لکم. بله، فرعون بلا شفت پیش از اینکه از من اجازه بگیرید، رضایت من رو بگیرید، ایمان به خدای موسی آوردید. آیه ادامه میده، بعد تهدیدها شروع میشه. بله، تهدید برای کی؟ تهدید برای کسانی که معرفت به خدا پیدا کردن. لأقطعنکم ایدیکم و ارجلکم من خلاف. دست از خدای موسی بر نداری، یک دست و پای شما رو بر خلاف جهت حرکت میکنن. مثلا دست راست پای چپ، یا دست چپ پای راست. یعنی اول شما رو از تیپ و قیافه انسانی میندازن. بله، این گاهی دو دست آدم قطع میشه، دو تا پای آدم قطع میشه، جلب توجه میکنه اما نه زیاد. اما شکنجهگران تاریخ وارد بودن در اون سفاکی شکنجهگری خودشون. یه دست راست، یه دست چپ. یعنی نمیتوانید اون فایده پا رو داشته باشید، نمیتونید اون بهره درست دست رو خود راه برید، نمیتونید. میخواد کار انجام بدید، یه دست بیشتر ندارید. این یک کار تازه. و لأصلبنکم اجمعین، شما رو به دار میندازن.
خیلی حرفه. دست و پاتون رو قطع میکنم، شما رو به دار آویز میکنم. درست شد؟ یکی داره میگه سحره‌ای که چند دقیقه پیش گفت آقای فرعون ما برات انجام بدیم مقربت میشیم، اجر داریم؟ گفتن بله. قسم خوردن به عزت فرعون، اما حالا معرفت پیدا کردن، تهدیدم میکنن دست و پاتون رو قطع میکنیم، شما رو به دار میآویزیم. قالوا لا ضیر، قالوا لا ضیر، هیچ ضرری متوجه ما. عجب، آقا دست تو قطع میکنم ضرری نداره، پا تو قطع میکنن باشه، اعدامتون میکنن باشه، چرا ضرری ندارد؟ انا الی ربنا منقلبون، دیگه مسیرمون درست شده، ما داریم راه رو درست میریم، ما داریم به سمت رب خودمون میریم. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. درست شد؟ به امید داریم به دست انسان شقی مثل تو کشته بشیم، به امید این که خدای متعال گذشته ما رو ببخشد، بله، و ما جز اول مؤمنایی به جناب موسی باشیم. این چند تا آیه رابطه بین معرفت و ظرفیت رو میرسونه. معرفت نباشد ظرفیت حیوانیه، پناه بردن به فرعون و عزت را از فرعون طلب کردنه. اما وقتی معرفت که باشه میگه دست و پای ما را قطع کنی، به دارم بیاویزی، لا ضیره، هیچ باکی برای ما نیست. درست شد؟ اما ظرفیت وقتی عمیق باشه، ظرفیت وقتی عمیق بوده باشه، برید داستان فرعون رو یه وقت تاریخ مطالعه کنید. فرعون یک آرایشگری گرفته بود برای دخترش، خیلی قشنگ روایت. یه روزی داشت دختر فرعون رو آرایش میکرد، این شانه آرایشگری از دستش افتاد پایین، تا برداشت که یا الله، گفت یا الله. گفت که الله کیه؟ منظورت بابای منه؟ دختر فرعون گفت نه. گفت این خدایی که تو میگی کیه؟ دست به آسمان بالا. گفت خدای من فوق بابای توست، الله تبارک و. گفت یعنی عقیده داری به خدای غیر از بابای من؟ گفت بله، خدای تو که بابای تو هم بنده از بنده های خداست. گفت جدی میگی؟ گفت بله جدی میگم. رفت به باباش گفت بابا به تعبیر ماها تو آستین خودمون چی داریم پرورش بدیم؟ مال داریم پرورش بدیم. گفت چطور؟ گفت یه آرایشگری که برای ما آوردی اصلا شما رو به خدایی قبول نداره. و هزارش کنید آوردن. گفت ببینم خدایت کیه؟ خدای من همون خدای موسی است. خدای موسی است. گفت یعنی منو به خدایی قبول نداری؟ گفت نه، تو هم بندی از بنده های اون خدا هستی. گفت یا دست میداری یا به شدت عذابت میکنن. این همین سحره. معرفت وقتی باشه ظرفیت میره. گفت من حاضرم در راه اون خدا همه نوع عذاب و سختی رو تحمل بکنم. روایت داره دستور داد یک دیگ بزرگی رو با روغن داغ کنن، پر از روغن داغ شد. میگه این زنه 2 تا بچه داشته، بچه کوچیک. و بچه اولش رو بندازید تو روغن. صحنه رو مادر یه وقت میگه شمشیر بگید سر بچه‌شو ببرید، یه لحظه است، اما بچه را بندازن تو دیگ روغن.
و بچه اولشو انداختن، این بچه جزغاله شده، سوخت، دست پا میزد، جیغ میزد، این مادر میدید. دقت کردیم؟ معرفت وقتی باشه ظرفیت میره بالا، در راه خدا حاضرم فرزندم بدم. دیدن این خانم دست بردار نبود، بچه دومشو انداختن، او هم سرنوشت بچه اول رو پیدا کرد. دیدن این زنه دست بردار نیست، سرآخر خود این خانم رو انداختن تو اون ظرف، سوخت و دست از ایمان خودش بر نداشت. معرفت چی میاره؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. امام صادق هم چی میفرماد؟ ان المؤمن اشد من زبل الحدید. انسان مؤمن، انسان با معرفت، از پاره های آهن هم مقاوم تره. آهن کجا؟ مؤمن کجا؟ ان الحدید اذا دخل النار تغیر. آهن رو تا بگی آتش تغییر میکنه. بله؟ آهن با همه اون استحکامی که داره تو آتش بندازی چی میشه؟ ذوب میشه، به هر شکلی که بخوای او رو در میاری. اما امام صادق پشت سرش میگه و ان المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم یتغیر ایمانه. اما انسان مؤمن رو اگه بارها بکشن و زنده بکنن ایمانش تغییر پیدا نمیکنه. یا اون روایت میگه المؤمنون کالجبل الراسخ. المؤمن کالجبل الراسخ. انسان مؤمن مثل اون کوه سر به فلک کشیده است، مقاومه. دقت فرمودید؟ و شما نمونه شد در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، زنی که پا به ماه هست، حامله هست، میخ در به سینه‌اش اصابت میکنه، فرزند عزیزش محسن رو ازش میگیرن. خب وقتی به هوش میاد، ماها باشه میگه خود دیگه تکلیف انجام شد دیگه، جانباز شدیم. بله؟ که بلند شد اولین حرفی که سوالی کرد چی بود؟ فزه، علی کجاست؟ درست شد؟ معرفت ظرفیت نتونست از جاش بلند بشه، کمک خواست یا فزتو خوزی، یا فزتو خوزی. عزیزان گاهی اوقات تاریخ رو میخونیم، تاریخ رو همراه با تحلیل بخونیم. خب رفت و کوچه، گاهی اوقات میگن که یک زن نشون میده به اندازه یک لشکره. بله؟ دست به دامن علی بود و یا علی رو رها کنید یا از روی جنازه من باید بگذارید. و همان ظرفیت است. معرفت باشه ظرفیت میره بالا. یعنی یک زن یک تنه در مقابل یک لشکر نیسته. وقتی اونجا هم با غلاف شمشیر به بازوی این قهرمان میزنن، باز نقشه بر زمین میشه. علی رو میبرن، دوباره خدمت شما عرض کنم به هوش میاد، باز میگه فز علی رو کجا بردن؟ بیبی جان علی رو با سر و پای برهنه به سمت مسجد بردن. رها کرد؟ بله؟ نه، ظرفیت زهرا بالاتر از ایناست. رفت تو مسجد، روایته میگه تا چشمش به علی افتاد که سر و پای برهنه کنار منبر ایستاده.
این صحنه ها رو که میبینه 10 بار از کشتن زهرا برای زهرا تحمل سختره. بله؟ شما خود صحنه رو تصور کنید. علی با اون گذشته زیبا درخشان که پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، الیوم برز الاسلام کله الی الکفر کله. حالا این آقا با دستای بسته سر و پای بره. زهرا دست حسنین را گرفت، گفت یا علی رها بکنید یا میرم کنار قبر پیغمبر نفرین میکنم. تو روایت داریم که بیبی حرکت کرد به سمت قبر پیغمبر. امیرالمؤمنین متوجه شد، خودش مستقیم تقاضا نکرد، یه واسطه فرستاد، گفت سلمان برو جلوی فاطمه رو بگیر که اگر امروز فاطمه دست به آسمان بلند کند و لب به دعا بگشاید 1 نفر تو مدینه زنده نخواهد ماند. سلمان میگه من رفتم عزیزان، خیلی صحنه جانسوزه، گفتم بیبی جان دعا نکن. میدونی چی گفت سلمان علی رو نمیبینی؟ مگر نمیبینی چه بر سر علی آوردن؟ با سر و پای برهنه علی رو ایستاده نگه داشتن، شمشیر بالای سرش گرفتن. سلمان یه جمله دیگر گفت بیبی جان این خواسته من نیست، این خواسته علی است که بهت بگم